سلام. بعد از ضربه کاری که با برگزاری گرد همایی باشکوه یاران مقاومت ایران در بروکسل بر فرق ولی فقیه وارد شد، خامنه‌ای در اعماق زمین در بهت و سکوت فرو رفت. یعنی تقریبا 24 ساعتی طول کشید تا ولی فقیه بفهمه که اصلا کجا خورده. تمام اتاق فکرهای سپاه و اطلاعات عقل‌های نداشتهشون رو ریختن روی هم که در برابر این صحنه چی باید بگن. خلاصه بعد کلی اینور برو اونور برو، با این بشین با اون بگو، چی بگم چی نگم، آخرش رسیدن به یک خبر کلیشه‌ای سه بخشی که همون رو عیناً تو همه رسانه‌هاشون نشخوار کردن. وطن امروز شنبه 15 شهریور، سازمان مجاهدین پس از هفته‌ها تبلیغات تجمعی در میدان اتمیوم بروکسل بلژیک برگزار کرد تا به خیال خود قدرتش را به رخ جمهوری اسلامی بکشد. قرار بود با گرد هم آوردن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی مجاهدین را به عنوان نیروی زنده و تأثیرگذار معرفی کند، اما این تجمع برخلاف تصور اپوزیسیون سرنوشتی مشابه تجمعات پیشین داشت و به فضاحتی تاریخی تبدیل شد. فضاحت تاریخی؟ نه، جدا از شوخی یه نما ازش ببینیم اول. من الان کاری به تجمعات پیشین ندارم، ولی اگر فضاحت تاریخی اینه، پس اگر میخواست موفق باشه باید چی میشد؟ توی این خبر کلیشه‌ای که نمیتونست بگه جمعیت نیومده، میگه اومده ولی اینجوری میگه. مجاهدین تلاش کردند با صرف هزینه بسیار هنگفتی از آوارگان و چند هزار اتباع مهاجر اروپایی به خصوص جنگ زدگان در این تجمع استفاده کنند. حالا همین رژیمی که یه زمان برای چاپ یه عکس از تجمع مجاهدین روزنامه میبست، الان مجبور شده برای اثبات ادعاش از این گرد همایی کلیپ درست کنه و توی همه رسانه‌هاش هم منتشر کنه. بعد کلیپ افشاگرانه ها، این نشسته تو کل تصویر گشته، دونه دونه خارجی‌ها رو پیدا کرده، با فلش بهت نشون میده. آها، یکی اینجا، بعد میون این همه جمعیت برو 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 برو، یکی دیگه اینجا. آها، حالا از پشتم هست ولی دو تا رو داشته باشه، حالا داره میگرده دنبالش، پیدا نمیکنه، اشکال نداره. سه تا پیدا کرد توی این جمعیت، سه تا. حالا سومش خیلی معلوم نبود دقیقاً کیه، ولی شما الان دیگه باید قبول کنی که اینا همه اتباع مهاجر اروپایی بودن. حالا اینکه مهاجر اروپایی این دقیقاً کی و چرا اصلا باید توی اروپا کسی مهاجرت کنه بماند. بریم چند تصویر از این مهاجرین اروپایی ببینیم. خامنه این همه جمعیت رو میبینی؟ اینا تازه یک گوشه ای از کل قضیه هستا. اینا قراره بیان سراغت. حالا میدونم که خبر اون اعماق زمین بهت خیلی دیر میرسه، ولی میرسه. جا تو بودم خیلی میترسیدم. اینا که آدرس سیدعلی رو هم که بلدن. نه، بجز این دیگه بقیه واقعا همه از دم مهاجر اروپایی هن. نه اینم که نشد که. برو یکم اونورتر برو نگاه کن. نه اینجا هم نه، از اینجا فاصله بگیر، برو دورتر. امروز 6 سپتامبر 15 شهریور، تجمع ایرانیان آزاده در بروکسل. 60 سال افتخار، 60 سال پایداری، 60 سال بی‌سارگی، 60 سال ایمان، 60 سال فدای بیکران، 60 سال مبارزه، 60 سال مقاومت، 60 سال حقیقت طلبی. بابا گفت اتباع مهاجر اروپایی. بابا برو یه دیگه صفحه نگاه کن. خامنه‌ای درود بر رجبی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجبی. چشا باشه چه رهبر
حالا اگر اتباع مهاجر اروپایی هم هست دیگه بهشون کراش کورس تو اتوبوس سریع زبان فارسی رو یاد دادن، به طور خاص شعارهای ضد شاه و شیخ که خیلی روون و با لهجه خوب شعارها رو میدن. ولی برای جامعه ایتایی قراره که این داستان فیلتر شده تحویلشون بشه. منافقین به مناسبت 60مین سالروز تأسیس سازمان منحوسشون گرد همایی برگزار کردن، جمع شدن اونجا، شعار دادن و خوشحالی کردن. یه 2 تا فیلم ببینیم از حرکت پرشور هواداران منافقین به سمت محل تجمعشون. اول اینو ببینیم. پیش به سوی تظاهرات پرشکوه 6 سپتامبر در بروکسل به مناسبت 60مین سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران. هورا هورا هورا! بعد از این همه کار تشکیلاتی هورا هورا 2 تا شعار خوبی یاد میگرفتید تو این سالا. مثلا چه میدونم مسعود مریم دیگه، این ساده ترین کاریه که میتونه. آها اونایی که اونجا خیلی نمیتونن فارسی حرف بزنن ها، یه شعاری انتخاب کردید که شعار بین‌المللی باشه همه بتونن بگن. ساده ترین چیز هورا هورا. آره اصلا کلا همه شعارهایی که توی اتوبوس‌ها میدادن شعارهای خیلی ساده بین‌المللی بود، چون همه نفرات هم اتباع خارجی هم بتونن تکرار کنن. بریم ببینیم. شاه میخوایم نه والا، لعنت به دیکتاتورها. شاه میخوایم نه والا، لعنت به دیکتاتورها. باز نشد که اینا که دارن پرفکت فارسی صحبت میکنن. مقاومت آزادی پیش به سوی تظاهرات بزرگ بروکسل 6 سپتامبر 2025. ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا بجنگیم. این شعارها هم بین‌المللی بود دیگه ها. نه شاه میخوایم نه مولا، لعنت به دیکتاتورها. حالا فیلم اتوبوس که زیاده دیگه نمیرسیم همه رو توی این برنامه نشون بدیم، چون برنامه ساعت 2 بعد از ظهر شروع میشد، از ساعت 9 صبح داشت اونجا اتوبوس میومد. الان ساعت 9 صبح اتوبوس ها در این محل میان و مسافرینشون رو پیاده میکنن. ولی مخاطب تیوی ریش که کاری به واقعیت نداره، هرچی این بگه باید قبول کنه. اصلا اینو کجایی هن؟ ایرانی که نیستن، از کجا آوردید؟ فیلیپینی هن، شرق آسیا، غرب اروپا. بعد اصلا واسه اینا توضیح دادید چیه قضیه؟ ماجرا چیه؟ داستان چیه؟ نه اصلا کسی نمیدونه برای چی سوار اتوبوس شده. اصلا من چرا تو اتوبوسم؟ این اتوبوس داره کجا میره؟ منو کجا میبرید؟ به سوی بروکسل، جایی که فردا تظاهرات بزرگ شورای ملی مقاومت، جایی که میخوایم صدای مردم ایران باشیم. این سازمان 60مین سالگردش رو میخواد جشن بگیره. 60 سال از پیکر این سازمان خون چکیده. فردا یک بار دیگه شاه و شیخو با هم جارو میکنیم. I'm on my way to Brussels now to participate in the grand rally of freedom-loving Iranians in support of the Iranian people's fight for a free and democratic Iran. So let's gather in Brussels to say once again to the world, no to executions, no to appeasement, no to war, no to mullahs and no to monarchy, but yes to a free, secular and democratic Iran by the people and their organized resistance. See you in Brussels. Tomorrow, September 6th, me and my friends will be in Brussels to be the voice of the Iranian people, the voice of the resistance units, the voice of the political prisoners and the brave women that every day fight against this regime. This is why tens of thousands of Iranians and freedom lovers will join this rally to say no to the foreign war, no to appeasement, and yes to the overthrow by the Iranian people and their resistance. Join us. Join us. نه تنها میدونن کجا دارن میرن، بلکه دیگران رو هم فرا میخورن که بهشون بپیوندن. در ضمن اینا هم ایرانی بودن دیگه. البته همه اینایی که گفتیم به این معنی نیست که هیچ خارجی اونجا نبوده. چرا؟ بوده. اگه دقت کنیم از چهره‌ام کاملا پیداست که بعضی از چهره‌ها کاملا غربیه. در 60مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق. بله این چهره قطعا یک چهره غربیه، ولی آشنا به نظر میاد. این مارک ویلیامز نیست؟ نماینده مجلس انگلستان. این که تو صف تظاهراته که. ها این یکی هم اون بغل جری هورکانه که از سناتورهای ایرلندی. بدونم اینجا پشت پلاکارد کیه؟ جان برکو که 10 سال رئیس مجلس انگلستان بوده.
نخست وزیر سابق بلژیک هم که هست اونجا. چقدر اتباع خارجی، ولی دیگه جنگ زده دیگه نمیشه دیگه. اینا یه 80 سالی هست که جنگ تو کشوراشون تموم شده. خلاصه اینکه خارجی‌ها تو این تظاهرات بودن، توی همون صف اول هم وایساده بودن دیگه، خیلی واضحه، نیازی هم به کار تحقیقاتی نداشت. اینا ژان پیر برار هست، نماینده سابق مجلس فرانسه، پاتریک کندی نماینده سابق کنگره آمریکا، دیگه هستن دیگه. بعد ببین شما آخوندا اینقدر توی اروپا کار تروریستی کردید، اینقدر در بین مردم این کشورها منفورید که تا میفهمن که تظاهرات علیه حکومت آخوندیه سریع حمایت میکنن و همراه میشن. حمایت ساکنین این آپارتمانا از تظاهرات. در مورد آمار شرکت کنندگان هم رسانه‌های زنجیره‌ای اطلاعات و سپاه یه عددی رو کلیشه کردن. مجاهدین در این تجمع بیش از 3000 نفر جنگ زده های اوکراینی و همچنین اتباع دیگر کشورهای اروپایی همچون لهستان و آلمان را استفاده کردند. ببین آمارم دقیق داره ها، یه نفر گذاشته آدما رو شماره تک به تک، 1 2 3 4 3000، همه هم اوکراینی و لهستانی و آلمانی. ببینید ببین جمعیتو هی زوم بک میکنه تموم نمیشه، هی زوم بک میکنه تموم نمیشه. بعد تازه این ور پله میره اون ور پل، باز دوباره همونقدر جمعیت این ور پل هم هست. حالا هرچند که معلوم نیست که تو این عدد 3000 رو از تو این کلیپا چجوری شمردی، ولی اونهایی که خبرنگار توی صحنه فرستاده بودن آمار 10,000 نفر رو دادن. نگاه کن، این تیتر رو خبرگزاری رویتر زده. 10,000 ایرانی به تغییر رژیم بدون مماشات یا جنگ فراخواندند. این مال خبرگزاری اسپانیاست. 10,000 ایرانی. سایت لونیون ایتالیا: 10,000 نفر از سراسر اروپا برای آزادی تظاهرات کردند. جاست نیوز آمریکا: 10,000 نفر از ایرانیان خارج از کشور روز شنبه در پایتخت بلژیک گرد هم آمدند. یا مثلا خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه که خودش توی صحنه حضور داشته میگه این جمعیت اساساً از ایرانیان تبعیدی بودند. ولی تو که توی صحنه نبودی و خبرنگار نداشتی، تو بباف، راحت باش. مجاهدین برای برگزاری این برنامه 5 میلیون دلار از رژیم صهیونیستی دریافت کردند. نه شوخی میفرمایید، 5 میلیون دلار برای این صحنه خیلی کمه. برای این کار از اون طلاهایی بود که با 3 کامیون از عربستان آورده بود، از اونها استفاده شده. اون 3 کامیون طلا رو بردن اشرف، از اونجا گذاشتن توی ساک بردن لیبرتی، بعد از اونجا چپوندن توی چمدون بردن اروپا، دیگه از اون دارن استفاده میکنن. هم در طول لااقل 3 دهه گذشته مشخصا عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس بخشی از هزینه‌های مجاهدین رو تأمین کردن. من به خاطر که اونجا بودم CBS چند روز پیش مصاحبه داشتیم، گفتم ببین من 3 کامیون طلا خودم از ریاض آوردم. چه زمانی بود دقیقاً این که میفرمایید؟ کمی قبل از جنگ اول خلیج. 3 کامیون طلا خودم از ریاض آوردم. حالا از این خزعبلات سایت‌های حکومتی که بگذریم، واقعیت داستان چیه؟ ببین این تظاهرات در ماه سپتامبر برگزار شد که تعطیلات تو همه کشورها تموم شده است. مدارس باز شده و خلاصه ادارات دارن کارشون رو میکنن. مناسبتش هم 60 سالگی سازمان مجاهدینه. محلش هم پایتخت سیاسی اروپاست. پس جمع شدن این جمعیت و برگزاری این گرد همایی با این کیفیت خیلی حرف برای گفتن داره و اونهایی هم که باید حسابی ازش ترسیدن. مجاهدین خلق یا همون منافقین رو دیدم در بروکسل و برام جای تعجب بود. البته فراخوان زدن، همه جمع شدن، ولی ما ایرانی ها فکر می‌کنیم که اینها دیگه نسلشون منقرض شده یا یه تعداد فقط پیرزن پیرمردا یا پیرپاتالاشون موندن. ولی خب این سری ما دیدیم که نه، احتمالاً فرزندان اینها یا افراد وابسته به اینها فرزندانشون اینها هم اومدن. متاسفانه ما یه کمی داریم از تبلیغات عقب میافتیم. ایرانیان عزیز در سراسر دنیا، مخصوصا ایرانیان خارج، حتما اجتماعاتی تشکیل بدید علیه این اعضای سازمان مجاهدین خلق، اینا رو بگید. حتی یه دو سه تا مقامات آمریکایی ما
مایک پنس و اینها حضور داشتن. حالا چی شده که اینا تونستن یه همچین فراخوانی بزنن؟ یه کمی مهمه. جدی میفرمایی؟ نه این کشفی که تو کردی خیلی مهمه. الان گرمی حالیت نیست. یه بار دیگه فیلم‌ها رو نگاه کن، چهره‌ها رو نگاه کن، جوونا رو نگاه کن، اون وقت تازه میفهمی که چه اتفاقی داره میفته. همشهری، سازمان مجاهدین خلق از سال 1398 بدین سو سعی دارد در فعالیت‌های مختلف رسانه‌ای و تبلیغاتی رویکرد نسل جوان ایران را نسبت به خود تلطیف کرده و چهره به اصطلاح مثبتی از خویش به نمایش بگذارند تا بتوانند در مبارزه سیاسی خود علیه نظام جمهوری اسلامی ایران جذب نیروی بیشتری داشته باشند. یعنی روزنامه زاکانی، شهردار مورد عنایت خامنه‌ای و کاندیدای ریاست جمهوری نظام هم داره اعتراف میکنه که مجاهدین جذب نیرو داشتن، الان هم دارن جذب نیرو رو افزایش میدن. اخیراً آنان در بروکسل یک راهپیمایی به راه انداختند و سعی کردند تعداد زیادی از نفرات خود را در این گردهمایی به خط کنند. نفرات خود داری دیگه، اینم میگه نفرات خودشون رو به خط کردن. خط تبلیغی و تبیینی در مورد منافقین کارکرد خودش را از دست داده و چندان مورد قبول و توجه نسل جوان نیست. این خط روایی دیگر برای نسل جوان دارای کاربرد و پذیرش نیست و در برخی از مواقع مشاهده می شود که به راحتی این گفته بیان می شود که آنان صرفاً مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی بودند. یعنی خودش قبول داره که مخالفت با حکومت آخوندی برای جوونا جاذبه ایجاد میکنه. این همون درد بی‌درمون خامنه‌ایه. حالا اگر زبونت چرخید بازم بگو مجاهدین پایگاهی ندارن. تو خارج کشور که این صحنه است، داخل کشورش هم که ایناست. 60 سالگیت مبارک، 60 سالگیت مبارک. چی؟ مجاهدین این تجمع رو برگزار کرد تا به خیال خود قدرتش را به رخ جمهوری اسلامی بکشد. بله، وقت بخیر و خدا نگهدار.